روبروی آینه میشینی، تو آینه منو رو تحت میبینی، با نگات ازم میپرسی منو زیبا میبینی. بهت میگم دیفونه کی مثل من میتونه انقدر خرابت باشه تو رو زیباترین بدونه. دل دیوونه نرو وایسا، نداری میتونی انگیزه خاصی. در نرو وایسا، در نرو که زندگی ماستی. در نرو وایسا، این رسم زندگی. رادیو مینور. سلام به همه، به شمایی که از سر کار اومدین خونه تا به چرت و پرتای ما واسه یه بار دیگه گوش کنین. به شما راننده هایی که تو ترافیک گیر افتادین و خانواده راننده های دیگر رو مورد رحمت و عنایت قرار میدین. اومد رفت، میخواست سلام کنه اومد رفت. به شما راننده تاکسی هایی که منتظرید یه مسافر بیاد و سوار شید. آخ خدا یه مسافر بفرست. خستید از این سوال که همش کلشونو میکنن تو ماشین، میگن تا فلانجا چند میشه. به شما راننده اتوبوسایی که از هرچی آدم و مست دامل خمره که تو اتوبوس داد میزنن واقعا حوصلتون سر رفته. و در آخر به همه شما مینوری ها، باز همین هفته با رادیو مینور مهمون شما هستیم تا یکم گوشاتون آزار بدیم. برنامه از طرف بچه های واقعا باحال انجمن فرهنگ هنری دیالوگ. هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 ما رو تحمل کنید. تو بخند. حسی به من میگه برمیگردی باز پیش من، حالا که میری برو راحت دل بکن. میری و ذهنت منو آسون از یاد میبره، روزا بدون تو برام سخت میگذره. شک دارم به این که تو عاشقم بودی همیشه، شک داشتم به این که با من میمونی همیشه. وقتی ازم دوری به چشمات بی‌اعتمادم، شک دارم به این که هنوزم باشی به یادم. شک دارم به این که تو عاشقم بودی همیشه، شک داشتم به این که با من میمونی همیشه. وقتی ازم دوری به چشمات بی‌اعتمادم، شک دارم به این که هنوزم باشی به یادم. تو بخند من نباشم با غم غریبی، بخند با این خنده ها واسم عجیبی. خیلی راحت خط زدی نوشته هامو، بگو تو دله کی بعد من گرفته جامو که یادت رفته همه گذشته ها رو. لعنت به من که خوشیام گذشته با تو، لعنت به عشقی که من پای تو ریختم. طوری خورد شدم که نمیدیدم خوابشو پیچ وقت. روز اول دلمو دزدیدی ازم، حالا دو دستی عشقمو هل میدی عقب. ای کاش میفهمیدم که دروغ حسه، تو دل جای دیگه بوده شروع قصه. واسه اومدنت نگامو به راه دوختم، کنار تو موندم و به پات سوختم. امیر ازت یه دنیا ناز و اشور و خرید، ولی تو چشمات هیچ وقت عشقمو ندید. شک دارم به این که تو عاشقم بودی همیشه، شک داشتم به این که با من میمونی همیشه. وقتی ازم دوری به چشمات بی‌اعتمادم، شک دارم به این که هنوزم باشی به یادم. دیگه همه چی تمومه، از دنیات میرم، چشام ازت سیره، نگامو از تو میگیرم. همون اول تو دلم کردی خونه با نگات، نمیدونستم تکه دادم به شونه های با. حالا واسط غریبم، من همونم میرم که یه دنیا عشق از خدا واسط خریدم. تو وقتی بودی آسمون آبی رو داشتم، تو رفتی و منم این بازی رو باختم.
تو لبخند بزن، شاید حق با تو، شاید من بد بودم و تو شاکی از دست من. تو راحت برو، شاید من کم بودم واسه، برو مثل همه اونایی که بد بودم با منم همونی که میزد همه حرفاشو به حالا شوقی ندارم بکنم دستاتو تو بخند، در این خنده هات من ساده رد میشم، حالا که تشنه عشقی من با تو بد میشم. شک دارم به این که تو عاشقم بودی همیشه، شک داشتم به این که با من میمونی همیشه، وقتی ازم دوری به چشمات بی‌اعتمادم، شک دارم به این که هنوزم باشی به یادم. خب منم سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز. رهیار هستم و آره دقیقاً خب امشب اومدیم با یک برنامه دیگه از رادیو مینور خدمتتون باشیم، به خدمت برسیم و اینجور حرفا. خب در مورد آهنگ آره. بگو. خلاصه اینکه اول بذار در مورد ماجراها بگم. اینکه نه ماجراها رو نگو، خیلی نه طولانی. صبر کن. این قضیه که من هی میرفتم و میومدم و حسن میگفتش که حسن میگفتش که این اومد بعد الان رفت، قضیه این بودش که چون که ما هفته پیش این مشکل اکوی صدا رو داشتیم، من الان داشتم نگاه میکردم که حتما صدا درست بشه. تا جایی که من شنیدم زیر تیتراژ برنامه صدا اکو داشت، ولی وقتی که حسن شروع کرد به حرف زدن صدا اوکی بود. اصلا موقع من حرف زدم همه چی آره اوکی میشه. حالا امیدوارم که در ادامه برنامه هم صدا اوکی باشه، اوکی پیش بره. به ما گفتن که شما یه دقیقه دیرتر شروع کنین، یه دقیقه دو دقیقه دیرتر شروع کنین که صداتون اکو نداشته باشه. ما هم گذاشتیم یه دقیقه دیرتر شروع کردیم، وگرنه همین دیگه، تنها قضیهش همین بود. بخاطر همین میرفتم میومدم نتونستم که اول سلام کنم. آهنگم که شنیدین آهنگ تو بخند بود از امیر خلوت به همراه ماعد کسی بودش که آوازش رو میخوند. امیر خلوت هم طبق معمول آهنگ‌های زیرزمینی کسی بودش که داشت رپ کار رو اجرا میکرد. قشنگ بود، واقعا آهنگ قشنگی بود، آهنگ قشنگی بود، خوشمان آمد، خوششان آمد ایشون. بله آهنگ به قول معروف میگن دیسلاو، یعنی مثلا ضد عشق خوندن. دوستانی که مثلا شکست عشقی میخورن اینو خاک بر سر عشق، مثلا برو گم شو دیگه دوست ندارم و اینا. حالا شما خودتو کنترل کن حسن جان. خلاصه این که امشب براتون برنامه خوبی رو تدارک دیدیم، برنامه مخصوص امشب و آره خودش مخصوصه دیگه. و اینکه من یه سری چیزا قراره بگم و میخوام یه سری توضیحات رو بگم. تو تموم شد صحبتت؟ تو میخوای الان توضیحات رو الان بگی؟ آره بگو. این هم یه سری کاربار داره تنظیم کنه تا من میگم. در چه حالید؟ خوبید یا بهترید؟ اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم. آره جدی داریم میریم، فقط من نه. خواهشا نگین از همون اول معلوم بود که ایرانی بازی و وسط کار گند میزنن. نه اینطور نیست، مجبوریم. من بدبخت بیچاره بی خانمان شدم و دارم از این شهر کلن میرم. واقعا از هر چی خونه دست دوم متنفرم، جدی میگم. اینو الان یعنی کارد بزنیم خونم در نمیاد، چون از هر چی خونه دست دوم متنفرم. این بینوا بغل دستی هم که اینجا نشسته یادم بینوا نیست، ماشاءالله هیکل. نه حرف تو بفهم بابا. ای من فوش دادم بابا، هیکل ورزشکاری کشتیگیری رضا تختی. آره خلاصه این بینوا هم یه هفته تو مدرسه شون اجرا داره بابا، بچه موسیقیزیانه. آره من اشتباه گفتم. آره گیتار میزنه و اینا. یه هفته تو مدرسه شون اجرا داره، یه هفته هم قراره تئاتر کار کنه. یعنی یه تئاتر به اسم رضا موتوری به کارگردانی سرکار خانم مسیح تقی‌پور، کارگردان پرآوازه سینما و تئاتر ایران. البته اومد رو دستم پسر. نشین صداشو؟ نه البته ایشون الان چند سال که تو سوئد ساکن هستن. در سالن تئاتر تریکستر TRIXTER میتونید برید ببینید کار تئاتر رو. میتونید تو سایت trickster.se هم برین اونجا ببینین. تاریخ 15 تا 21 دسامبر، هر شب از ساعت 7 تا 8 برنامه میره روی صحنه برای اجرا.
دقیقاً روبروی استاندارد لاین میشه. اونایی که یوتیوبر زندگی میکنن میدونن کجاست. آندرگاتان میدونن؟ نه بابا دیگه ترمینال استاندارد لاین رو باید بدونن کجاست. البته یه خبر خوب، یه تعداد محدود بلیت هم هر شب به صورت مجانی به پناهجویان اختصاص داده شده. اگه خواستین بلیت رزرو کنین با شماره 073 927 927 6 تماس بگیرید. آره حالا خب این برنامه تا تموم شد، حالا میرم ادامهشو میگم. آره داشتم میگفتم به همین خاطر احتمالاً یه ماه تعطیلیم، ولی صفحه فیسبوکمون باز رادیو مینور لاتین سرچ کنید و ایمیل رادیو مینور radio@gmail.com بود دیگه. آره ایمیل رادیو مینور هستش، minor.radio@gmail.com. منظورش نقطه کامه، فارسی بگو. هم. آره بازه تلفن هم امشب کار میکنه 031 249 500 031 249 501. خطها همچنان باز است، میتوانید رای بدید. ببخشید با موزیک آکادمی قاطی شد. البته خطها همچنان بازه، نقطه نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. خیلی دلمون گرفته، هی اشکمون داره در میاد. زندگی همینه، بالا پایین داره. راستی قبل اینکه شروع کنیم قول داده بودیم یه ایرانی موفق یه هفته در میون اجراشه، یادته که؟ آره سر قولمون هستیم، ما آدمای بدقولی نیستیم. نه. گفتیم تغییر میدیم، داریم تغییر میدیم، کلا داریم یه ما میبندیم. تغییر دیگه از این حالا این ما بستن که در کل من دیدم که هفته دیگه خود حسن هم نیستش، وقتی اینکه کارهای اسباب کشیشو هستش و مجبوره بره. حسن هم مجبوره تو این هیروبیری پاشه بره بروس شهر خارج از کار اسباب کشیش هستش، نیستش برای یه هفته دو هفته. خود منم که اجرا دارم، هم هفته دیگه اجرا دارم. اتفاقا بیاین ببینین اجرامون یک کار موزیکال هستش بر اساس موسیقی گروه کوین، حتما شاید بعضیاتون بشناسین. بله. در آنگرت تئاتر هستش، حتما بیاین هفته دیگه باشین نگاه کنین. بلیط مجانی بهمون نه خیلی بلیط مجانی بهتون نمیدین، پرو نشو بیشیم بینیم. بعدش هم که تمرینات اجرای بعدی که هستش که حسن گفتش که توی تریکستر هستش، تریکستر تئاتر رضا موتوری هستش که اونم تمریناتش کاملا وقت منو میگیره. بعد از اونم که اجراسو بازم به حال نیستیم و گفتم که به حال پس اون هفته آخرش هم یه تعطیلی بدیم، یه ماه قشنگ تعطیل باشیم که در کل وقتی هم که برمیگردیم برنامه رو کاملا یک تغییر کاملا اساسی ما میدیم. نو. آره خلاصه سر قولمون هستیم، ولی امشب بازم یه ایرانی موفق داریم، چون که من دوست داشتم قبل از اینکه بریم این ایرانی موفقم بگم، چون شب آخره. ولی از اون یکی برنامه هم که قرار اجرا کنیم که حالا فعلا اسمشو نمیگیم. آفرین ولی ادامهشو میذاریم موقعی وقتی برگشتیم. تا اون موقع ما رو که چرا این کارو میکنیم، دو قسمتش میکنیم، چون که میخوایم ما رو فراموش نکنین، منتظر باشین تا قسمت دومش بیاد. دقیقا. حالا بهتون میگیم چیه. راستی توی مدت ما نیستیم میتونین پارازیت نگاه کنین. میدونم به پام تبلیغ نکن حسن. نه میدونم به پامون نمیرسه، ولی چاره چیه، باز بهتر از بقیه خبرگزاری است. من که بیشتر باهاشون حال میکنم. من خیلی حرف زدم، واقعا دهنم کف کرد. اینا برن بیان من یه آبی بخورم. این هفته اینها رو مینوری میکنیم. اخبار مینوری.
موزیک مینور. یه ایرانی موفق و سورپرایز. ساز مینور. و در آخر یک موزیسین. بله، خلاصه این که طبق معمول برنامه هامون هستش فعلا. سورپرایزش البته طبق معمول برنامه هامون نیستش. منظورمون از سورپرایز همون بخش جدید برنامه است که با بخش اولش امروز آشنا میشین. بعدش من چیز دیگه ندارم بگم دیگه، فقط میگم که اگر برنامه رو دنبال کرده باشین و الانم شنیده باشین، میدونین که وقت هر چی هم که باشه وقت یه چیزه و اونم فقط و فقط و فقط اخبار مینوریه. شل کن، سفتش کن. باز هم دروغ. خود درگیری. دلم میخواد بزنمشون. کیو؟ بهت میگم. خب شروع میکنی یا شروع کنم؟ شروع کن. ای بابا، هی شل میکنن هی صفر میکنن، بعد به هم میگن حالا شل کنید حالا صفر کنید. بابا جان تکلیف ما رو مشخص کنید، شل کنیم یا صفر؟ خیلی فکرتون منحرفه. منظور من قلیون بود. حالا منظورم از قلیون یعنی چی؟ بخشنامه ممنوعیت ارزی قلیان را نخستین بار وزارت بهداشت دولت هشتم ابلاغ کرده بود که به دنبال اعتراض سید حسین مرشی رئیس سابق میراث فرهنگی و گردشگری هیئت دولت دولت هشتم این بخشنامه رو ملغا اعلام کرد. اومدن گفتن نمیشه، بعد دوباره گفتن میشه. من شل کنسپون دیگه. در دولت نهم با هشدار وزارت بهداشت درباره آسیب‌های کشیدن قلیان، جمع‌آوری قلیون‌ها و برخورد با اماکن عرضه کننده آن توسط بازرسان بهداشتی و اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا درآمد و جریمه متخلفان چقدر بود؟ بین 5 تا 10,000 تومان و ضبط قلیان اعلام شد. یعنی قلیونا هم میگرفتن دیگه. البته اون موقع فکر کنم 10,000 تومان باش میشد یه پت چلو کباب خورد. الان به گدا هم بدی قرار میکنه. پس از اینکه 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد اقدامات منتهی به تعطیلی قهوه‌خانه‌ها را با مواد 7 و 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مغایر اعلام کردن، احمدی نژاد دستور لغو ممنوعیت ارائه قلیان را در قهوه‌خانه‌ها داد و قلیان دوباره آزاد شد. اما به مرور اومدن چیکار کردن؟ گفتن زنا دیگه نرن تو قهوه‌خانه‌ها و قلیون سرا.
در کل انگار خیلی هم زنا همه میرفتن تو قهوه خونه ها و قلیون سراها، فقط توی یه سری از قهوه خونه های شیک میرفتن. دقیقاً مثلا با اون سیبیل کلوب. حالا بیخیال. در ابتدای آغاز به کار دولت دهم در فروردین 89 وزارت کشور جمهوری اسلامی، بابا اصلا اسمتون بهتون نمیاد، قانونی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه‌خانه ها کلاً ممنوع اعلام شد. طرح ضبطی جمع‌آوری قلیان ها و از مراکز تفریحی و سنتی در آذر سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت و نیروی انتظامی در سرتاسر کشور آغاز شد. هزاران قلیان جمع‌آوری شد، قلیونا رو زدن منهدم کردن، گزارش‌های مفصلی هم نوشتن. پول این قلیونا رو به صاحباشون هم چی ندادن. باریکلا. حالا تکلیف اون بدبختی که روزیش از این راه بوده چی میشه؟ به اونا چه؟ مگه دولت باید به فکر روزی مردم باشه؟ والا چه توقعاتی ایش. بعد قرار شد طرح اتاقای دود ایزوله بیاد تو قهوه خونه، عملی نشد. چند وقت پیش 15 نوامبر 24 آبان سه‌شنبه پایگاه دولت اعلام کرد که استعمال دخانیات در قهوه خانه ها از این پس مجاز خواهد بود. حالا 1000 تا 100 تا که هیچ، 1000 تا گند زدن، میخوان به حساب خودشون مردم اینجوری یکم اصلا بگن آره برین قلیون بکشین حال کنی. آقا جون حناتون واسه ما رنگی نداره. حالا طبق مصوبه جدید دولت قهوه خونه ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج شدن. جالب اینی که بدونین این مصوبه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات آیین‌نامه اجرایی این قانون اصلاح شده. یعنی قانون خودشونو اصلاح میکنن. خاک بر سرم. آخه چرا این همه دروغ میگی مردک؟ در ایران هیچ سانسوری وجود نداره و جوانان با فیسبوک و توییتر خیلی راحت تعامل میکنن. شما در کل جمله بندی رو توجه بکنید، حدس میزنید دیگه خودتون کی بودش اگر نشونده باشین تا الان. جناب آقای احمدی نژاد در هفته گذشته برگشتن گفتن که در ایران، الان گفتم، هیچ سانسوری وجود نداره. جوانان هم با فیسبوک و توییتر خیلی راحت تعامل میکنند. یعنی چی کار میکنن؟ استفاده میکنن دیگه. تعامل عمل استفاده میکنن. اگر درست متوجه شده باشم کلمش معنی از عمل میاد. تعامل نمیدونم، یه چیزی تو همین مایه هاست. حالا من اگر اشتباه نکنم از عمل میاد اصل کلمه. بعد اینکه حالا هنوز متوجه نشدید اینو کی گفته دیگه. الان دیگه. گفتیم دیگه بابا چند بار باید بگیم. من یه سوال داشتم از جناب آقای رئیس جمهور، از آقای محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد شما به روح اعتقاد داری عزیزم؟ در کل خیلی سوالت بود داره حسن. پس آهنگو برو بالا تا بوش در نیومده. حالا بگذاریم از همه این قضیه‌ای که این وبسایت ها همشون فیلترن، از همه اینا که بگذاریم، من نمیدونم جمهوری اسلامی چجوری یک راه و روشی پیدا کرده که یه سری از مسنجرها رو هم فیلتر کنه. حالا شما خودتون تو کار این حرفای ایشون بمونید. هفته پیش بهتون این آقا حسن گفت، منم البته گفتم افتادن به جون همدیگه. ما داشتیم در مورد این حرف زدیم که اینا تو همدیگه میکشن و برداشتن بچه رضایی رو کشتن، با همینایی که بچه اون در کل به دولت وصل نبود ولی برای اینکه دل اونو بسوزونن زرچش بگیرن دیگه. آره. بعد حالا گفتیم اینجوری نه، ولی یه سند دیگه داریم. آقا ریختن تو روزنامه ایران، میخواستن جوان فکر رو بگیرن.
مدیر مسئول روزنامه ایران و مشاورات مطبوعاتی رسانه‌ای احمدی نژاد. مشاور مطبوعاتی رسانه احمدی نژاد. همون رسانه احمدی نژاد. یه دونه ای خوندم اشتباهی. از هر دست بگیری از همون دست میری. آیه خودش میدونه. بذار انقدر همو بزنن تا جونشون در بیاد به ماچه. حالا بریم یه چیزای دیگه بشنویم. البته همیشه اینا به هم دیگه وصلن یه جورایی، ولی خب بس همون زدن میخوام بزنم. آقا من میخوام یه عده آدمو بزنم. نظر شما چیه؟ البته بگم من از دعوا متنفرم، جدی میگم، خیلی بدم میاد دعوا. ولی قیافت اصلا نمیاد که از دعوا بدت بیاد. قیافه به این مظلومی. آره. رد شمشیر رو صورتم. مظلوم. نه ولی جدی خیلی دلم میخواد این 23 رو بگیرم بزنم. 23 رو اگه نمیدونین چیه یه مجموعه گزارش اصلا خبری. امکان نداره ندونن چیه. هرچی بدبختی تو ایران از زیر سر همینا. ساعت 8:30 شب از شبکه نمیدونم چند 2-3 پخش میشه. یکی از همین شبکه. من الان جواب میدم تلفن. شما بفهمین جواب بدین. بعد پخش میشه. آقا گزارشگره، حالا نمیگم مرتی که رفته توچال داره گزارش تهیه میکنه که آره یه سری اونجا شونات اسلامی رو رعایت نمیکنن و از اینجور مزخرفات، حالا مثلا حجاب و از اینجور چیزا. اولندش عزیز من به تو چه؟ دومندش واقعا ضد شوناته، واقعا ضد اسلامه. پس جان من حالا که پاتو گذاشتی اونجا به پا یه وقت طرف تموم نشه. جوون مردم خدا وکیلی حیفشه ها. آدم هیز با چشات داری میخوری طرف و وایستاده داره اینجوری مصاحبه میکنه، تو گزارش چشاشو نشون میده عین پرگار 180 درجه بالا پایین میشه. خوردی طرف و والا من آخرش اینا رو میزنم. حالا باش رو ببین. این بود اخبار رادیوی امروز و آخرین اخبار سری اول برنامه مینور. خب حالا اخبار که تمام بشه میریم سراغ چی هستن؟ خب بعد اخبار چیه؟ موزیک مینور دیگه. موزیک مینوره. انتخابی منه. دقیقاً انتخابی حسن این هفته یه ذره استثناست. میریم سراغ آقای صدای ایران. قربونتون برم من خدا وکیلی. صدای رادیو مینور رو میشنوید. اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن های 031 24 95 00 و 24 95 01 تماس بگیرید. خوشحال میشیم. آسمون گرفته اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشدار کسی تو فکر صدا نیست. یه روزی دوباره خورشید رد میشه از مغز ابرا، دوباره بوسه و لبخند میشه سرگرمی دنیا، میشه فردای من و تو لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار کهنه.
آزادی کشیدن. خیلی دور نیست میرسه فصل شکفتن، بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن. شعله بی وقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت. بغض ابرا دوباره بوسه و لبخند میشه، سرگرمی دنیا میشه فردای من و تو، لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار کهنه، نقش آزادی کشیدن. سرگرمی دنیا میشه فردای من و تو، لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار کهنه، نقش آزادی کشیدن. خب آهنگی رو که شنیدید اسمش هست یه روزی، از همونطور که میگیم بهش میگیم آقای صدا، ابی عزیز. این حسن هم که اسم ابی میاد در کل میره تو مایه های تقلید صدا و تقلید صدای ابی مخصوصا. قربونت برم، من واقعا امشب از من ممنون ابی جان ممنون. حالا بعداً با حرف میزنیم، حرف زیاد داریم. آن راست میگی، یه مصاحبه با ابی داریم اینجا. آره این یه صداهای اینجوری بوم 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 میریم از زیر این آهنگ. این ما داشتیم موزیک ویدیو ها رو پخش میکردیم، بعد خب بالاخره ما که نمیتونیم موزیک ویدیو رو پخش کنیم، شما تصویرش رو نمیبینید صداشو میشنوید، ولی خب توی بعضی از این موزیک ویدیوها صدای چیزی که اتفاق میفته هم هستش. و اینجا هم قضیه این بودش که دوتا بوکسور بودن و داشتن با هم دیگه بوکس میزدن و در کل یه بوکسور بدبختی هی مش خورد هی ابی در واقع کوچش بود اون کنار زمین، هی داد میزد میگفت یه روز خوبی میرسه، میخندیم این حرفا. این هی مش خورد، بعد داور اومد به این گفتش که آقا، بعد این یارویی که داشت هی مشت میزد جر زد، گاز گرفت طرفو بدبخت کرد، خورد آخرش دیگه طرفو بدبخت که. بعد داور گفتش که آقا جر نزن، داورم زد. ابی اومد داور رو نجات دادیم وسط، خیلی جا سوپرمن شد، وای داور رو نجات دادیم وسط. در مورد ابی درست صحبت کنم. خب بعدش هم که این یارو که حواسش نبود، اینی که خورده بود، کتک خورده بود، افتاد زمین، همچین پا شد و یارو برگشت دید که این پا شده و این یارو هم زدش و خلاصه برد. بعد ابی اومد دستشو برد بالا و بعد دستکشش هم سبز شد. خلاصه ولی خداییش آهنگ پرمعنی بود، به خاطر این آهنگ خیلی پرمعنیه. آره. بالاخره امیدواریم یه روز خوب برسه دیگه. آره یه روز خوب برای همه چیز میرسه. یه بابایی هم میگفتش یه روز خوب میاد، بعد معلوم شد آهنگش کپی برداری شده از روی یه آهنگ دیگه. ای خدا چرا مردم این کارا میکنن. میریم برای این گفت کپی برداری. نه، برنامه‌های خیلی بسیار تا بسیار عالی داریم براتون، یعنی اصلا متنوع، ترکوندیم، گوش کنین، میاد گوش کنین به من. همون
چه ربطی داشت من الان نمیدونم. آخه گفتی کپی برداری، من یه سری برنامه‌ها دیگه یه سری مطالب داریم واسه سری بعدی. آره برای سری بعدی. حالا متوجه شدی؟ آره. بله بریم. برو که بریم. یک ایرانی موفق. طراح و تولید کننده سرشناس ایرانی آمریکایی لباسهای مردانه واتکلون بود. خیلی هاتون میشناسین، میتونم بگم 99% تون میشناسین. اینو فقط میگم یه گوشزدشه که دم ایرانی ها گرم. بیژن پاکزاد زاده 15 فروردین 1323 در تهران. اون معمولاً با نام تجاری بیژن شناخته میشد. در سال 1352 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. البته من داستان بیژن رو گوش دادم، آلمان بوده بعد رفته آمریکا و خلاصه اینجور چیزا. آلمان بوده بعد رفته و اینا. به هر حال و در سال 1976 میلادی فروشگاه ویژه خود را در رودئو درایو واقع در بورلی هیلز افتتاح کرد. بازدید از این فروشگاه تنها و تنها با داشتن وقت قبلی امکان پذیره، یعنی همینجوری نمیشه کله رو انداخت پایین و رفت تو. بیژن همچنین به خاطر داشتن اتومبیل های بی‌نظیری همچون بنتلی آزور زرد رنگ با تزیینات داخلی مشکی، مرسدس بنز اسلان مکلارن مشکی، فراری F430 زرد رنگ، رویز رویز فانتوم کوپه زرد رنگ. آخه رنگ اصلا به ما چه که ماشین چی داشته؟ عشق رنگ زرد داشته ها، میدونستی؟ آره پس طرفدار کروبی بوده. اون زرده؟ نمیدونستم ولی عشق زرد توی مسابقات انتخاباتی کروبی زرد رنگ بود. چه باها. و بوگاتی ویرون معروف بود. مجله وانیتی فایر در سال 1989 نام بیژن رو در لیست شیک پوشترین یعنی خوش پوشترین های جهان قرار داد. شما میگیری تلفنو؟ آره من میگیرم. بگیرش. اگه نمیدم خود بقیه‌شو دیگه پلی کن دیگه. چشم. بیژن در روز 26 فروردین 1390 در محل کارش در خیابان رودئو در بورلی هیلز دچار سکته مغزی شد و درگذشت. خدایش بیامرزاد. روحش شاد و یادش گرامی خواهد بود. مراسم بزرگداشت بیژن 2 هفته بعد از مرگش در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس برگزار شد که در آن 700 مهمان اختصاصی از جمله هنرمندان ایرانی ساکن آمریکا و 1200 مهمان عادی حضور داشتند. در این مراسم حسن جان مغازه ایشونو به او کجا گفتی باز کرده؟ کجا بود؟ رودئو درایو واقع در بورلی هیلز. بورلی هیلز؟ هیلز اینجا نمیشه. بورلی هیلز. بورلی هیلز عزیزم. جان من ببلیز عوض میخوام ببلیز. بله نه ببینید من خونده بودم ولی این ننویشه، نه ب نویشه، نه ب که داره واوم داره دیگه. بخون بورلی هیلز. بورلی هیلز در رودو درایو در بورلی هیلز. حالا به هر حال بابا دم خودش کرد. به هر حال خندم میاد. دوستمون زنگ گفتن که این چی بود؟ گفتش که گفتن ایشون که این مغازه‌شون در بورلی هیلز هستش. بهش بگین که در کجای بورلی هیلز هستش. در واقع اینجوری باید گوش زد کنیم ولی گند زدیم. خب حالا برای توی مراسم پیام تسلیتی از برخی افراد غیر حاضر از جمله فرح پهلوی قرائت شد. جورج هربرت واکر بوش، امیدوارم اینو درست گفتم، رئیس جمهور اسبق بابا جورج بوشه. بابا بوش. ایالات متحده آمریکا نیز پیامی به مناسبت مرگ بیژن پاکزاد ارسال کرده و که توسط نیکولاس پاکزاد پسر بیژن قرائت شد. جایزه هایی گرفته: جوایز فیفا موفق ترین عطر مردانه 1988، جوایز فیفا موفق ترین بسته عطر زنانه 1988، جوایز فیفا عطر مردانه ستاره سال فروشگاه های زنجیره‌ای 1997، جوایز فیفا بهترین کمپین تبلیغاتی مردانه فیفا یعنی فیفای خودمون به فوتبال فدراسیون. نمیدونم احتمالاً با تو فوتبال یه کارایی میکردن اون وسط. به من اصلا ربطی نداره، مسئله رو چیزش نکن.
کمپینگ تبلیغاتی مردانی 1997 برنده جایزه نوبل شیمی 1995 احتمالاً به خاطر عطرش بوده. و نشان افتخار اوتیس دیزاین سال 2010. یه من فقط کوتاه قبل اینکه آهنگو بری بالا مشتریاشو میگم، یه سری مشتریاشو: محمد رضا پهلوی و اعضای خاندان پادشاهی پهلوی، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، جورج هربرت واکر بوش، رونالد ریگان، بیل کلینتون، جیمی کارتر، تمام ریاست جمهوری های سابق آمریکا در واقع تا موقعی که ایشون از موقعی که ایشون وارد این بیزینس شد. دقیقاً، آفرین. ولادیمیر پوتین، جان کری، جورجیو آرمانی خودش لباس میزنه مشتری پیشم بوده. بابا دمت گرم بیشن، روحت شاد، امیدوارم اینجا باشی الان روحت پیش ما. آرنولد شوارزنگر، فرانک سیناترا، بله، کری گرانت، استیو واندر. خیلی طرفدار پرپاقورت فرانک سیناترا بوده. جدا؟ بله. خب مشتریش بوده، خب به پول میداده. استیو واندر، مایکل جوردن، تام کروز، آنتونی هاپکینز و آخریش جالبه شهرام ناظری. تازه خیلی های دیگه هم بودن که ما اسمشون رو نمیدونیم. اینو گوش کنین، مال اون بخش سورپرایزیه. چطوره ترکس؟ بابا خیلی تابلتر میره تو. کریم چاکریم، دوست داریم بجورتا. یا دیگه دوستمو نداری؟ گوشی چطوره؟ گوشی هم ردیفه، رفیق خوابش رکب خورده اوزاش سیته، تریپ خانواده برداشته میخواد دوتاشه. الو چطوری بابا؟ امشب سایلنت شو، دیالوگ دارم. امشب یه تریپو برای بچه بزنیم در بند. جون ندارم. حالا بگو بولومتو دارم. جون کامبیز میتره کنیم خفن. تو اوکیه رو بده ما میری. اوکی آره دیر نکنی ها، تو بیتینگم. اوکی سلام. من میخواد ولی حالم داره به هم میخوره. میشه بده به پاپا؟ نه اصلا خودت بهش بگو بیاد جنازه لندکروزر که زدم به دیوار برداره ببره. خودت هم بهش بگو دلارا رو برام بگیره. یعنی چی؟ من دیگه اصلا اینجا نمیمونم. او مای گاد، یعنی چی؟ تو چرا همون آفتاب میگیره؟ یعنی چی؟ من فردا پرواز دارم مامی. اوکی بادو آتیش زدم به مالم، به دارو ندارم. لباس جیریف های، کفشای توپ، تیشرتای لئوناردو، پیرنای هورود، بلوزای مال. باید که ترکوندیم این بره بازار رو. رالا پلاس تا جمع کنیم فرد شه و الا همینجا قاط میزنم 30 ثانیه فیدی ها. تو آخه شام بلقوچی، تو اگه ارزه داشتی میرفتی دماغتو از حالت گلابی در می آوردی. کش دست تو مرتی که دست دادم از شما دفاش کردم. چی؟ به من میگی دست دادم خواست میشه؟ با منی؟ میکشم اتمادم کچی مادم افسوس، حیرتا، حسرتا، بسی رنج بردم در این سال 30. بسی رنج بردم در این سال 30. عجب زنده کردم من این پارسی، عجب زنده کردم من این پارسی. بله، این صدای شنیدین صدای حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی بود. نمیدونم، فکر نکنم متوجه شده باشین این بخش جدیدمون چیه، ولی آره بخش جدیدمون اینه که چجوری نبش قبر تاریخ. اگه گذاشت من بگم بابا، بذار یکم ملت سورپرایز. زور میزنی آخه بی خودی. آره. حسن به هر حال میخوایم تاریخ رو از تو قبل بکشیم بیرون، خاکاشو بتکنیم، یه حالی بهش بدیم. ولی ادامه نبش قبر که مصاحبه هستش با ابوالقاسم فردوسی میفته واسه قسمت دوم. آیه فردوسی قرار تشریف بیارن اینجا، خدا بیامرز. بله، در ماه آینده ما
حکیم ابوالقاسم فردوسی رو در استودیو داریم. ما خیلی سعی اگه کردیم دوست داشتین بیان ببینینش. آره خیلی زور زدیم تا تونستیم، منشیش وقت نمیداد بهمون. حالا به هر حال حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی زاده 319 خورشیدی 329 هجری قمری و درگذشت پیش از تقریبا قبل از 397 خورشیدی و 411 هجری قمری در طوس خراسان سخنسرای نامی ایران و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایرانیان است. ولی داره تغییر میکنه. اون کلیپی رو که براتون گذاشتیم نوع طرز بیان کردن و طرز حرف زدن امروزی رو داشت نشون داد از قشرهای مختلف. فردوسی رو بزرگترین سراینده پارسیگو دانستند. خودش هم گفت بسی رنج بردم در این سال 30 بدان زنده کردم من این پارسیمون به کجا داره میره خدا میدونه. ادامه بیشتر از این نمیدم در بخش دوم. ولی حالا بحث شعر و شاعری شد، یادم به این شعر افتاد. یه نکته جالبی رو بذار براتون هم بگم. فکر نکنم صدا همچین که برگشت طرف من صدا همچین رفت. خب بر نمیگردم. البته نمیدونم این آهنگ مال فردوسی هست آهنگ یعنی این بیت ببخش انقدر آهنگ اینجا میگم این بیت مال فردوسی هست یا نه. ولی بیت میگه میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. خداییش این نشون میده ما ایرانی ها همون قدیم که موقع این شعر رو گفتم ما کرم داشتیم، البته دور از جون شماها. حسن جان الان دوباره زنگ زن میگن که موی چیه؟ میازار موری. گفتم میازار موری؟ من که شنیدم گفتی مویی، من حسم تو گوشم میگه موری. اشتباه شنیده. میازار موری بابا، میازار موری که دانه کش است. خب برای ما ایرانی‌ها یه چیزیمون میشده، به مورچه هم کار داشتیم، به مورچه داشتیم دانه هم میکشیده کار داشتیم. البته دور از شما مینوریا ولی کلا گفتم. موزیسین مینوری. بله اگر برنامه ما رو دنبال کرده باشید میدونید که ما بعد از بخش یک ایرانی موفق میرسیم به ساز هفته. ولی این هفته به دلایلی گفتیم که در کل ساز هفته رو ازش بپریم، در حالی که تو اعلام برنامه ها گفتیم ساز هفته رو داریم. ولی خب نمیخوایم بگیم چون که چی؟ میخوایم تغییر بدیم دیگه. دقیقاً داریم تغییر میدیم. عزیز من با خاطر تغییرات اینا گفتیم که در کل از روی ساز هفته فعلا بپریم تا بعدا میریم که موزیسین هفته رو داشته باشیم. صدایی که دارید میشنوید مال لاله است. لاله خواننده ایرانی تبار مقیم شهر گاتنبرگ سوئد. یوتیوبری آباریکلا. لاله پورکریم در 10 ژانویه 1900 ژانویه نه اگر اشتباه نکنم یونی بود. بله یونی، من اشتباهی نوشتم ژانویه. در 10 یونی منظور جونه. دقیقاً جون. بگو. در 10 جون 1982 در ایران بندر انزلی به دنیا اومد. بگی شماله. وقتی 1 سال داشت خانواده‌اش ایران رو ترک کردن و اون تا 12 سالگیش در جمهوری آذربایجان و روسیه سفید زندگی کرد
تا به سوئد مهاجرت کنه و طبق معمول ایرانی های اون موقع ساکن منطقه هاممارکولن در آنگرد در شهر گوتنبرگ بشه. I want them all gone. I'll send them back to you with a red heart on them. لاله خواننده، نوازنده، آهنگساز، شاعر و بازیگر ساکن سوئده. اون از بچگی به موسیقی کلاسیک و باله علاقه داشت، ولی با ورودش به سوئد چشمش به موسیقی‌های دیگه باز شد و اول گوشش موسیقی شنیده، چشش که موسیقی رو چشش نشنیده. به دنیای جدید موسیقی باز شد. خوبه. و اتفاقا از اولین گروهایی که خیلی دوست داشت گروهی بود به اسم The Police. پلیس در کل اسمشون پلیس. عزیزم پلیس گروه نیستش، چیزیه که توی ایران استفاده بعد ازش میشه، اینجا استفاده درست میشه. نه ولی یه گروه موسیقی به اسم پلیس. اون موسیقی رو در دبیرستان ویتفلسکا، اتفاقا با من همکلاسی نبوده ولی توی یه مدرسه میرفتیم، یعنی میریم. شروع کرد. هنوز اونجا میاد؟ نه دیگه نمیاد. نه دیگه دوست نداره. اون توی اون مدرسه یه 10 سال پیش توی ویتفلسکا درس میخونده. باریکلا. ویتفلسکا شروع در دبیرستان ویتفلسکا شروع کرد و همینجا هم بود که قدم اولیش رو برای شهرت در اروپا برداشت. اون به وسیله معلم آوازش، اتفاقا معلم آواز منم هست، برای بازی در فیلم یالا. میخونی؟ به تو چه؟ در فیلم یالا یالا از جوزف فارز معرفی شد. این فیلم در سال 2000 ساخته شد و اکران شد. اون در سال 2005 اولین آهنگش رو روانه بازار کرد به اسم Invisible یا My Song. در همون سال در آلبوم لاله آهنگ Leave Tomorrow رو بیرون داد که براش شهرت و چندین جوایز مختلف آورد. اون بهترین خواننده زن سوئد، بهترین آهنگساز، خواننده جدید سال معرفی شد و کلی شهرت به رقم زد. تا الان لاله 3 آلبوم به اسمهای لاله، پرنسس ها و من و سیمون رو بیرون داده. لاله معمولاً در هر آلبومش یک کار به زبان فارسی میخونه. جان من فارسی هم خونده؟ فارسیش اونقدرها البته خوب نیستش ولی آهنگای فارسی میخونه و خیلی هم قشنگ. من تو را فارسی فراموش کرد، فارسی ندانست. The night is young. The sun has fallen, and I've become the only one. The moon is dancing up among the clouds, and my knees are shaking, and my dreams are breaking. But I know I live. But I know I live today. We could live tomorrow, but I know I live today. And we could live tomorrow, but I don't think we should wait. No, I know we could live tomorrow, but I know I live today. I know we could live tomorrow, but I don't think we should wait. No, I know we could. Taking my life in my hands. خب به پایان رسید این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. نمیدونم درست خوندم یا نه، ولی یه چیزی تو همین مایه به پایان رسید این دفتر اما حکایت همچنان باقی است. آره فکر کنم درست خوندی. نمیدونم. حالا اگه غلط خوندید حتما زنگ میزنن میگن که غلط خوندی. با منظورم رو رسوندم دیگه. آره. یه ما دیگه سعی میکنیم برگردیم. حتما ما تلاش داریم برای اینکه برنامه رو کاملا عوض بکنیم. در واقع همیشه هم گفتیم که ما در حال بهتر کردن برنامه هستیم، یعنی که قصد داریم که برنامه رو بهتر بکنیم و یا کلا تعطیل کنیم. حالا که این تعطیلی پیش اومده برنامه رو در کل عوضش میکنیم. بهتون قول میدیم که
کلا برنامه جدید برمیگردیم. آره دیگه جدید برمیگردیم. تلفن‌ها رو باز میذاریم، خطای تلفن باز است، میتونین رای بدین. نه باز که چیز شدم، نه چیزه، ولی برمیگردیم. تلفن، چند تا تلفن اینجا میذاریم، شما آهنگ درخواستی بدین. منم اینجا آهنگ درخواستی بدین. آره دیگه، من میشم اینجا، من پریسا هستم با آهنگای درخواستی شما با من حواس بگیرین قربونتون. خب در آخر من میگم که من رهیار هستم. منم حسن. دلمون براتون خیلی تنگ میشه. حتما به پیش ما برگردید و ما رو ترک نکنید. سعی میکنیم هرچه زودتر برگردیم و در آخر میگیم که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. شب خوش. بای بای. تخت نشستی، چشمات خماره، روی لبا گردنت ایماج دوباره، باختن دستات انگار قماره، لبات گرم و من تو انگار شماله. نبینم که هی تو قور بزنی وقتی میتونی بالای تو دور زمین دور بزنی. مریضی ما قرص همین، بهزاد خوبه ولی یکم تخص همین. چرا دست داغه داره میلرزه، اگه دور باشیم ولی بازم میارزه. امشب دارم میرم ولی عید اینجا، مثل تو رو پیدا نمیکنم هیچ جا. نمیخوام برم از دوشم ولی مجبورم، دیر میگذره بدون تو شب روزم به تو عادت دارم. اگه شدی هم خونم ولی باید برم ترک کنم من خونم. شراب خونه توی آنتروکوت، بالتوکوت رسیدی تو شاردگو، میام دنبالت من با 4 تا گل. خیلی خوبیم با هم، جلو دوربین بازم مثل ما نیست حتی تو فیلم هم. میخوایم با هم باشیم صبح راحت باشیم، نه که داور باشیم بریم دنبال بقیه. ما تا با هم کل دنیامو غریبه، روی تختیم و دیگه ملافه خونه کار زندگی سیگاره با تنابه تو نقطاده. هی به خودم میگم چرا به تو لم داده. شبا دختره بدی روزا دختر خوب، وقتی رو پات خوابم نمیخوام پر قو، میخوام ساعت وایس انقدر تو نره زود، میخوام تو نره زود. فردا بشه با دست نشون بدم بگن هر جا چشه، یادت لب دریا دستا بشه. نه نمیخوام فردا بشه، میخوام برم به قبل، میخوام بگم که من به تو گره خوردم مثل یه بند کفش، رام زور بخوریم مثل یه قطره عشق، دارون من تو با هم بریم به تش. بذار در بیارم برات گوشواره ها، چون که با هم میخوایم بریم زیر دوش آب داغ. بهزاد شده عاشق بوت، آره باز نمیتونم دورت ملافه بوت یا لباس. ما با هم تو عکسیم و منظره ها عوض میشن، آدم ها میان سر راه ولی مهم نیستن چون من تو رو دارم. میدونم دوست دارم تو رو با من.